میریم باغ خرما را، درختای خرما را همه را با پورگی شما را نشون میدیم انشالله که میبینین. امروز در خدمت ما بولگار تور توانست که خیلی بگیم اصلا درخت چین هم خیلی میبره بعد این برگو اصلا کم میبرن همیشه هست تو من اینا نشون خیلی خرما این از کسی میتونه بروز برمونه مرحمه ماشاءالله که میتونه خرما احمد را بخره اختیاری است گیم کسی خرما خریدنی کسی که نمیخره ما در پیش سفر مکه داریم این مکه میخره انشاءالله. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسیر تاریخش در مکتب تعلیمیش توانست شاگردان را تربیت بکند که تا امروز هنوز چی در جهان امروزه چی مسلمانان و چی غیر مسلمانان از عدل عمر فاروق و از امن و تجارت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه سخن میگن و این نوشتجات ها را در کتابشون درج میدهند و با آوردن قصه های عدل عمری و شرم و حیا و امن و تجارت عثمانی از این واقعه ها در آوردن کتابشون فخر میکنند. وقتی که مهاجرین از مکه مهاجرین به چی نمیآیند به مدینه را میان از مکه هجرت کرده میآیند هیچی ندارن همش میگیم نادار هستند اشراقن و حتی چاه برای خوردن آب ندارن. یک یهودی که صاحب چاه بود و همین چاهش و برای مسلمانان برای مهاجرین اما آبشم میفروخت. خب عثمان رضی الله عنه خواستگاری درخواستی خریدن همین چاه را کرد. بالاخره بگیم کوتاه‌تر قصه بگیریم که به همین تجارتشون به همین چیز آمد موافقه کردن که یک روز عثمان رضی الله عنه چاه را نصف شب بخرد. به این معنا و همون کلی کلان یعنی یهودی نمیخورد برای که هر روز همین آب میفروخت به مهاجرین و از همین فایده میکرد. و بعد چی میکنن؟ خب یه روزی میگیره شد خلاصه که یهودی میگه به این حد میگه بزرگترین تاجر مسلمانان به این حد است که به این نرخ قیمت یک روز میخره شد. عثمان رضی الله عنه در یک روزی که خرید کردگیش حقی که داره در همون چون برای مؤمنان بیپول میکنش و روز دیگر هیچ که دیگه آفری نمیره و همین یهودی مجبور میشود که چون به هیچی با کماندگیش با عثمان رضی الله عنه دیگر یعنی از حکمت‌های بزرگ عثمان رضی الله عنه در تجارت بود. تجارتی که عثمان رضی الله تعالی عنه داشت تا هنوز هم عثمان رضی الله عنه میگه شات صاحب حساب بانکی دارد در مملکت عربستان سعودی و تا امروز هم عثمان رضی الله عنه از حساب بانکی شخصی دارایی خودش برای مردم خیر میکرد. یگان تاجر وجود نداره در تاریخ که ابرادش یعنی گردش ایمانش 1441 سال شده باشد یعنی از هجرت محسوب کردگیم یعنی زیاده از 1400 سال شده باشد. یکی از بزرگترین نزدیکی ها و حکمت های تجارت عثمان رضی الله عنه همین است که تا هنوز هم بعد از 1400 سال گذشتن از مرگش تا هنوز تجارتش باقی است. خب همین است که یک از همین تجارتش همین است که یک باغ دارد در مملکت عربستان سعودی یک باغی خرما دارد. بسم الله الرحمن الرحیم.
اینا تاجون انا می باقی خرما انا می نه در مدینه گیرون خیلی تماشا کن در مدینه انا ان شاء الله که او برادرها با شما را نشون میدیم خدا خواهد از اون نشون تو تماشا کنید سلام علیکم باز میریم باغ خرما را درخت خرما را همه را با پراگی شما را نشون میدیم ان شاء الله که میبینین امروز در خدمت ما بولگار تور توانست که با وسونه ما در ویزا کشویا اینقدر جایی که زیبای در مدینه دوستو بگیره ماشاءالله اینا اومدیم تماشا میکنیم خدا خواهد بعضی جاها اگر خودت بیای به تور بیای نمیمونن هر جا بدروی تماشا کنیم شاید که نمونن اینا خرما سلام علیکم بی بی سی آنریال اینجا بی بی سی میگم همین کی یا تصمیمی مثل خط خرما نه نزدیک میتونی که اینا هم خیلی بگم هم اصلا درخت چین هم خیلی میبره بعد این برگو اصلا کم میبرن شما میشه است تو مون اینا مثلا خیلی خرما اینا کسی میتونه بروز بمونه مرحمت ماشاءالله مرحمت کسی بولو برای 1 کیلو خرما پدرکه کسی بولوش برای اجازه تا ما بقام ببرم خودم اجازه نیست خیر برای خرما چیه هست با بولگار تور مرحمت مراجعت کنین نمره تلفن 068 992 کانال استانبول تیوی اکاترینبورگ در خدمت شما است شما ببینید حاضر ما در یکی از درخت‌های خرما بالا میبریم خرما رو بخوایم انا ان شاء الله اینجا به درخت بسیار است ها داغمون دو کنید که نخالتیم دو تکی نخالتیم الله اکبر یا همه کسا نگاه که کلامش برو ببرو دیاتا این پیش نمی بسم الله بگو همین حاجی از شما نشون داد بسم الله الرحمن الرحیم استاد تعالی میده حیث میکنی همین بسم الله بگو Parli tapşkota bro. Tapşkota bro skarasma میشه. یاگو چی نه برو یا کیلو خرما چی مفرو کی متیات یا خرما پدرکه برو خاصه تمام خبرو باید برو عدل نیست. واکر انا که بهتر بگیریم اسکا که بیو منصور. خب خدا صورت بگیریم او شد بیو روش نکنین کانال استانبول تیوی اکاترینبورگ در پادشاه شد بیو نباشین همه کسا دوستان عزیز خدمت کراسی نباشین دوستان عزیز اکی کیروی خدمت اکتا دانگالا که داتا. استاد سکی استاد فروک مایدا. سوخ شبرمدینه که استاد سپرم میگیم خدمت پارتو اینا او پاردو. بسم الله او انا انا یا جورا خوب نباشین برادرها حوز یک جدا انتخاب میکنین ان شاء الله که اون اینجا حلقه هست تو یافتی اندوملو. انا این طرف ده میشینیم یک کمی هم باشه صحبت میکنیم با رهبرات گروهی بولگار تور همو چو و همو خرما گفتگی همین چو و همین خرما ما فقط ده همه باید قصه کردیم نه فهمو میگم همین یگون رای دو رای ترای. و شما را با این باغ نوست میکنیم و دربارش کمی هم باشد یک معلوماتی پورا میتیم تا که شما یگونچی بهره‌ور شوید برای خودتون وقتی که شما انشاءالله به مدینه آمدین خدا که راضی شود نصیبتون کنه شما هم میبینید همینجا را میبینید و این معلوماتی که ما برای شما تیار کردگیم برای شما کم باشه فایده میاره انشاءالله دامون پیش دامون نه سخن میکنن انشاءالله گوش میکنیم اینا ما از کمپانی بولگار تور شهر اکاترینبورگ می‌داریم کدام ایده که در کار باشد چنین تورهایی که چخیل که دیده استیم ما گشته استیم برآمده استیم فرآمده استیم مرحمت با این نمرها زنگ زنیم معلومات پورا از این نمر میگیریم مرحمت حاجی دومونو الحمدلله شکر خداوند که ما الله تعالی ما را نصیب میکند به همین اماکن مقدسه ما در همین چیز گفتیم که وقتی که ما
حتی بگه گذشتگان ما خودی ما وقتی که نیت همه جا نیت عمره کردن میکنیم دعا میکنیم میگیم که اللهم انی اريد العمره فیسر حالی، یعنی همین رو بر من آسان بگردان. در گذشته ها بگیم مدت دور و درازی که صدها هزار یا میلیون ها حجا همین جا وقتی که من همین دعا را میکردن که فیسر حالی، یعنی همین عمره کردن بر ما آسان بگردان. همین دعای همونا شاید بود که همین عمره کردن آسان شد. الحمدلله این هم سال اول است که با به حد خوب شد برای اکثر مردم که بسیاری ها توانستن که به همین عمره بیایند. میگیم توسط هر خیلی پاسپورت ها هم کسی که چه شهروندی روسیه بودن چه شهروندی روسیه نبودن. یعنی ما گفتیم که ما سه چیز داشتیم که در یک مقاله فلسفی است که سه چیز است که دیگرگونی به وجود می آورد. قدم اول یک سفر را به وجود می آورد، نگاه اول یک عائله را برپا میکند و یک دعا یک عالم رو دیگرگون میکند. انشاءالله اثبات همین چیز دیدیم که یک دعای گذشتگان ما بودن که یک عالم برای ما دیگرگون شد. یعنی بوبی و بوبکران و کشتی‌های پدری ما نمیتونستن آرزو میکردن که خداوند اونها را به همین روزا بیاره برسونه. اما گذشتگان پیش از این گذشتگان ما بودن دعا کردن و دعا اینها بالاخره مستجاب شد. خداوند همین عمره کردن بر ما آسان کرد و ما به همین جا اومدیم رسیدیم. الحمدلله چگونه که گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم راهبری و سروری را به خدمتگری تبدیل داده گشت در اطاعت از الله متعال و در پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم. ما همچون راهبر یا که سرور فخر میکنیم که خدمت کنیم و خادم شما باشیم. چگونه که گفتیم که حتی ملک مملکت عربستان سعودی ای ملک بودن دا فخر عنوانی خادم بودن میکنند، یعنی خادم حرمین شریفین. الحمدلله کسانی که خالصانه برای از زمان قدیم از بنی هاشم از اولاد رسول صلی الله علیه و سلم خودی رسول صلی الله علیه و سلم از جمله کسانی بود که به دست خودش آب میگرفت زمزم نگاه نمیکرد که کی را میکرد، آب هم میگرفت به دیگران میداد، آب هم میگرفت به دیگران میداد. محمد صلی الله علیه و سلم سید مرسلین اشرف الانبیا بهترین شخص از خلق شدگان الله تعالی بود مخلوقات عالم. برای همین هم ما این نصیحت برای همه که کوشش کنیم که در همینجا چی توسط عملی چی توسط قولی برای دیگر خدمت بکنیم و با همین خدمت کردگیمون برای برادر دیگرمون فخر بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که والله فی عون عبدی ما کان العبد فی عون اخیه. تو مادامی که تو اون وقتی که یک برادر در کمک و دستگیری یک برادرش است تا همون زمان الله تعالی در کمک و دستگیری بنده اش میشود. اگر بخوایم که الله تعالی ما را کمک کند ما را دستگیری بکند پس ما باید که در کمک و دستگیری برادر دیگرمون باشیم که همون برادرمون یکی از بنده های الله تعالی است. نوابسته از اون که چی اخلاق دارد. خب به همین دعا بکنیم که خداوند ما را در دنیا و در آخرت سعادتمند با نور ایمان نصیب بکند. دعای ما را که باید امید اومدگیم و خداوند به این چیز ما را میسر کرده گی. کسانی هستند که شاید خون جگر برای چی کنن فکر گریه کنن که با ما همون کسا با ما بگیم تعیین کردن که در حق آنها دعا بکنیم و آنها شاید امیدشون زیادتر از این باشه که ما هیچ وقت فراموش نکنیم دعا کردن در حق او. برای همین ما خواهش میکنیم از برادرانی که اگر کسی زنگ گذارد یا که کسی که تعیین کرده باشه برای دعا کردنتون چی در حرم الله چی در مسجد نبوی خبر کنیم. من همچون راهبر ما ان شاء الله همه حجا را جمع میکنیم، همه کسا در حق کسی طلب دعا کردن جماعت همین حجا در حق همه کسا دعا بکنیم. آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز شما رو 5 10 15 وقت میتیم که در وقتی این درختایی که میبینید چقدر بزرگ هستند رسم گیرید، عکس گیرید و میتوان نواربرداری کنید با تلفن خود. مرحمت با تماشای این باغ خرما.
میریم اینجا خرما گوشه سلام علیکم دوستان عزیز. صورت نگرفتی تو گارتور صورت نگرفتی گارتور خشو گویا من کامera میگیرم شما که شما خبر میشه از این نوارهای بهتره یو دوستان یو دوستان стопшкай не рафти сенат бе ташвиш ина бародаро ина бародаро бин хел сурат гирифта истодан дар вехи дарахти хурмо ва иҷозат дагиян ки чӣ қадаре ки метавонед сурат гиред расм гиред навобардорӣ кунед ҳатто шуморо ҷанг намекунанд ки дар вақте ки шумо дар болои яке аз филмоҳо баромада сурат гиред аммо ин кам бетартибӣ аст ва барои ҳамагон ки шумо бояд нишон ки ҳеҷ боке надорад бародаронро бинед ин бародарон ҳамроҳи мо омаданд ки дар ҳамин боғи хурмо як расм гирад як навигарӣ бинад чӣ хел аст боғи хурмо барои шумо ягон навигарӣ нишон додааст ё ки дар ҳаётон якум бор дарахти хурморо дидед ё ки чӣ гуфтан яъне ба мардуме ки тамошо доранд аз ҳаминҷа чӣ баҳравар шуданд الحمدلله فرصة سابقة مش برادر دیگه ما خدمت برای در حق اینم خدا برای کافیه خدا صبح سلام باز زن خاتم саломат бош бародар رحمان яъне бародар гуфтане ки дар инҷо вақте ки шумо дар ин боғ даромадед мошоаллоҳ ин савоб аст баъдан вақте ки шумо дар ҳаёт танҳо дар кино дар оинаи нилгун яъне дар телевизор тамошо кардагӣ инҷа ҳамаш реалния бигем дар ҳақиқат ҳамин чизе ки ҳаст мо ҳаминро шумода навобардорӣ карда нишон дода истодаем ки дар ҳақиқат дарахти хурмо аст чӣ ки ман дар болош баромадам то ки шумо бинед ки дар ҳақиқат ҳамин дарахт аст не ки искусствене ана бародарони азиз вақте ки шумо медоред дар инҷо як эҳсосиёт пайдо мешавад барои шумо ана навигарӣ яъне дарахтое ки шумо дар ҳаётон дидагӣ нестед мебинед ва ҳар он чизе ки дар ин атроф аст шумо мебинед ва дар инҷо хурмо ҳаст метавонед харид кунед ягон кило хурмо барои худ гиред туҳфа бениҳоят хурмое ки нав пухта шудааст яъне рангаш оли аллачай сиёҳ нест мошоаллоҳ ҳамаи инҳоро мо навобардорӣ кунем ба хотире ки шумо бинед гарчи худатон омада натонед аз худи ҳамаи навори мо якчи бохабар шавед баҳравар шавед вақтона ягон чи бигиред ҳамин наворҳо иншоаллоҳ ки боз мо ба дигар ҷо мерем ва ҳамроҳи булгартур наворҳои беҳтарин мегирем ва пешкаши шумо мекунем дӯстони азиз акнун мо аз боғи хурмо мебироем лекин наворро намекушем боз мо ба шумо дигар ҷоро нишон метавонем оҳиста оҳиста биём вадапар кардагианд иншоаллоҳ ки инам дарахти шумо дар ҳазм кардагианд ки нафарое ки дар ин ҷомеа на танҳо дар пеши дарахт балки дар ин зебогӣ ки дар ин ҷо кардани дар ин боғ аст навобардорӣ ва аксбардорӣ кунад
در این روز خورما انشاءالله که مادرها راحت ما و شما دوام میکنم بسیار کنید شربتی یا هم بسیار سلام علیکم بر کل مردم مومن مسلمان که امروز ببینید در پیش ما مادرای ما هست انشاءالله که اینها راحت ما و شما دوام میکنم که مثل من همین باقی خورما همه وقت سبز باشد بردم و بقوت باشد بگذار همه وقت صحت سلامت باشد مادرای ما بگذار همه وقت صحت سلامت باشد و مثل همین درختای خورما بردم و بقوت از سبز باشد ها چی کن تایی این برادرمون از شهری که ترمون همراه ما آمد است با خاطر رسم و آیین حرمت احترام شیخ‌ها سالای شیخی بسته است این یک افغان برادرمون خیلی احترام دوستی هم برادر ماشاءالله رفتیم بدن نه گرم بسید اینا کلوزنیک در ماه چی؟ ماه چینه داره ینوار فیبرال در زمستون است بسم الله الرحمن الرحیم جزاک الله خیرا بیا مرحمت حاجی بیا بسم الله الرحمن الرحیم این در 100 درصد جو هست حالا جای خرما اگر کسی که اینجا درخت بودم میوه خرما اونم نمام قبلتی روش حفظ سلام دوستان عزیز شما ندیدید باغ خرما رو میبینید شما ندیدید بازار خرما رو پس با ما باشید انشاءالله که میبینید در کانال سامبای تیوی که ترمگول و همراه بولگار تور که اینجا نمره تلفنش هست ماشاءالله میدونیم یک جا میبینید دوم رفتیم نه برادران بله همه خرمای اینجا رو فقط ما میخریم بزرگ است یه مدل تماشا کنید